سلام مجدد، بهروز یعقوبی هستم. اگه ویدیوی قبلی رو دیده باشین توضیح دادم بهتون که چجوری میتونیم به چه روشی تمرین بکنیم و چه کتابایی رو بخونیم و چجوری خودمون رو آماده بکنیم برای آزمون آیلتس بخش ریدینگ. حالا میخوایم انواع اقسام سوالات رو با هم دیگه ببینیم و ببینیم که چه استراتژی باید استفاده بکنیم و بریم یه نمونه سوالم از کتاب آیلتس ترینر 2 حل بکنیم و ببینیم که تو شرایط استاندارد چجوری میشه از این استراتژی ها استفاده کرد. اولین نوع سوالی که میخوایم بریم سراغش true false not given یا yes no not given که تا هر سه بخش میتونیم انتظارش رو داشته باشیم که باهاشون مواجه بشیم. من خودم خیلی شخصا اینا رو دوست دارم، یعنی از وقتی که روش حل کردنشون رو یاد گرفتم خیلی دوست داشتم که حتما تو آزمون اولین قسمت بیاد و واقعیتش هم اینه که تو آزمون اصلی 6 تا سوال اول اگه اشتباه نکنم true false not given بودش و استراتژی که میخوایم استفاده بکنیم من اینجا استراتژی کلی نوشتم که همیشه یادمون باشه که سوالو که دیدیم بدونیم که اینو باید با کدوم استراتژی بریم جلو. استراتژی من تقسیم کردن متن سوال به سه بخشه. حالا توضیحش رو توی توضیح کلی ترش و در اصل مثالیشو موقع حل کردن میبینیم. فقط من اینجا یه توضیحات کلی از چیزی که قرار انجام بدیم و خدمتتون عرض میکنم، بعد میریم نمونهش رو میبینیم. تقریبا میشه گفت همه سوالات قابلیت تبدیل شدن به سه بخش کلیدی مجزا رو دارن. حالا چرا سه بخش یا منظور از سه بخش چیه و چرا به سه قسمت تقسیمش میکنیم و من اینجا خدمتتون آوردم. سه بخش چیه؟ یعنی یه فاعلی حالا داریم ما توی سوال که یه کاری رو توی زمانی یا مکان مشخصی انجام داده، پس یه جمله ای که به ما میدن که ما میخوایم ثابت بکنیم که این تروه فالس یا نات گیونه میتونه به سه قسمت تقسیم بشه. و چرا این کارو میکنیم که به سه قسمت تقسیم میکنیم؟ برای اینکه بتونیم خیلی راحت تر معادلاشون رو تو متن پیدا کنیم. یعنی بخوایم کله یه متن رو توی ذهنمون بسپریم شاید سخت‌تر باشه برامون که بخوایم بریم و داخل متن بگردیم و ببینیم که حالا کدوم قسمتش میخونه، یعنی یکسان هستش نه. ولی وقتی سه قسمت میکنیم برای اینکه جوابمون ترو باشه میریم و میگردیم ببینیم که معادل هر سه قسمتش رو توی متن پیدا میکنیم یا نه. برای جواب فالس بودن کافیه که دو قسمتش وجود داشته باشه و یک یا دو، حالا دو قسمتش اگه وجود داره یا یک قسمتش وجود داره، یکی دو قسمتش اگه مغایر بود با متن سوالمون، چیزی که تو متن میخواستیم پیدا بکنیم، تو پسیج میخواستیم پیدا بکنیم، اون میشه فالس یا نو. و در نهایت این که اگر برای یک یا دو بخشمون اصلا معادلی توی متن پیدا نشد مطمئن میشیم که نات گیونه. یکی از کارهایی که باید بکنیم حتما اینی که ابتدا سوالات خونده بشه. یعنی شما مستقیم نرین سراغ پاراگراف اول، مثلا پسیجی که میبینین شروع کنین و پاراگراف رو بخونین، پاراگراف دو رو بخونین، بعد حالا تازه بخوایم بریم سراغ سوالا ببینیم که چی تو ذهنمون مونده میتونیم سوالا رو باش جواب بدیم یا نه. شاید بعضی به این روش بتونن جواب بدن، ولی برای خود من این روشی که خدمتتون عرض میکنم بهترین روشی بودش. من استراتژی خیلی مختلفی رو چک کردم، خدمتتون بخوام عرض بکنم که چجوری به این استراتژی رسیدم. این بودش که کلی از کتابایی که وجود داشت، کالینز بودن اگه اشتباه نکنم، ویدیوهایی که حالا تو یوتیوب پیجای آیلتس ادوانتیج، یوتیوب اگه اشتباه نکنم که سایمون هستش و حالا یک نفر دیگه بودن، و خیلی از مصاحبه هایی که با کسانی که بالای 8 زده بودن ریدینگ رو من نگاه کردم، به این نتیجه رسیدم و برای خودم استراتژیمو چیدم و این استراتژی رو تو حالتهای مختلف تست کردم و دیدم که بهترین استراتژی که جواب میده و الان میخوایم با هم دیگه ببینیم. قسمت بعدی که حالا میخوایم با هم دیگه ببینیم این که گفتم خدمتتون که سوالات اول خونده بشن. به نظرم دو تا یا سه تا سوال اول اگه با هم بخونین، حالا یا یک و دو شما مثلا با هم بخونین شاید بهتر باشه. حدودا تو ذهن میسپریم که اگر که از محدوده حالا اون جواب یک داریم وارد محدوده جواب دو میشیم،
یه آلارمی برای خودمون باشه که متوجه بشیم که داریم میریم تو سوال بعدی، پس بعد من تا همینجا باید جواب پیدا میکردم. خوبی true false not given ها این هستش که فالو سیکونس هن، یعنی ترتیب رعایت میشه. یعنی شما جواب سوال 1 رو حتما قبل از 2 پیدا میکنین و به همین ترتیب مثلا تا سوال 6 یا 7 به این شکل میرین جلو. و اگر این وسط یکی رو جوابشو مثلا مطمئن نبودین، میرین جواب بعدی رو میدین و حالا بین اون دوتا محدوده، مثلا شما اگه جواب سوال 3 رو نمیدونستین ولی 2 مثلا 4 رو جواب داده بودین، بین 2 و 4 محدوده جواب 3، و حالا اونجا بین اون چند تا خطی که هستش میگردیم و میبینین که حالا فالس، تروه یا نات گیون هستش. پس این هم یکی از روش های ما هستش برای اینکه پیدا بکنیم. اگه این حالا سوالات این بخش تو پسیج 1 و 2 اومده بودن در ابتدا، یعنی اومده بودن، یعنی مثلا سوال 1 تا 6 مون true false not given بود، خیلی خیلی احتمال زیاد از همون پاراگراف 1 که شما شروع بکنیم به خوندن، تو همون خط اول دوم جواب سوال 1 مونه و به همین ترتیب میره جلو. یعنی ما تو همون پاراگراف اول یا دوم انتظار داریم که کل true false not given رو شما جواب بدین و مثلا جوابا تو همون دو تا پاراگراف اول بشن. حالا اگه ابتدا نیومده بودن چی، مثلا سوال 8 به بعد بودن، بهتر قبل از اینکه بخوایم به بقیه سوالا جواب بدیم، یا سوال 1 تا 7 رو مثلا جواب بدیم، بریم سوال اول دوم دوباره این true false not given ها رو تو ذهنمون حدودی، مثلا اگه اسم، تاریخ یا همچین چیزایی شما مثلا تو ذهن بسپاریم که داشتیم نزدیک می شدیم، بدونیم که خب اینجا دیگه محدوده شروع true false not given هست و شاید مثلا بتونیم همزمان با سوالات مثلا قسمت قبلی اینا رو هم جواب بدیم. تو پسیج 3 باز استراتژیمون تغییر نمیکنه، فقط سوالات کمی سخت‌تر میشه. علتش اینه که یه ذره مفهومی تر میشه، یعنی بعد مفهوم سوال با مفهومی که در متن مواجه شدیم باهاش مد نظر قرار بدیم و مقایسه کنیم تا ببینیم که حالا جواب اصلی چیه. یه نکته دیگه برای ما اینجا قیدا یا صفت هایی هستن که مثل اولین، بهترین، بیشترین، همه جا، هیچ جا، فلان چیز. مثلا این اولین در جهان بوده، نمیدونم بیشترین فلان در اینجا بوده. اینا کلماتی هستن که خیلی راحت میشه هم سینونیمش رو توی متن پیدا کرد یا اینکه پارافریز شدنشون رو میشه تو متن پیدا کرد و مقایسه راحتی انجام بدیم. چون اگر قرار باشه درست باشه ما باید عین همونو، مثلا the most اگر گفته، ما باید یه چیزی شبیه به همینو توی متن پیدا بکنیم و تا اینکه بتونیم برسیم تازه به اینکه دو قسمت بعدیش هم اگر وجود داشت مثلا توره. ولی اگه برای فالس بودنش خب خیلی کارمون راحت میشه. مثلا اگر چیزی راجع به مثلا the first همچین چیزی مثلا گفته نشده باشه توی متن، ولی مثلا دو قسمت دیگهش بوده ولی مثلا گفته شده چون یکی از این چیزها هستش، میتونیم به فالس بودنش مطمئن بشیم. و اینکه خب تو ویدیو بعدی میریم سراغ اینکه یک مثال ببینیم. اولین قسمت حل تمرینمون که راجع به true false not given هستش سوالمون. من از IELTS trainer 2 استفاده میکنم برای این آزمونمون. exam practice test 1 reading passage 1. یه نکته رو قبل از اینکه حالا شروع بکنیم به حل کردن خدمتتون عرض بکنم. خب آزمون کتبی اگر قرار باشه شما بدین که نحوه هایلایت کردن کاملا در اختیار خودتونه که خب با مداد یا خودکار حالا هر چیزی که استفاده میکنین بتونین دور کلمات خط بکشین، زیرش خط بکشین و هر جور که خودتون راحت هستین و تو تمریناتتون استفاده میکنین. ولی راجع به آزمون کامپیوتری که خود من مثلا کامپیوتری داده بودم و احتمالاً در آینده نه چندان دور کل آیلتس به این سمت بره که کاغذی احتمالاً حذف بشه و کلا کامپیوتری باشه، به این شکل هستش که شما تنها ابزاری که سیستم در اختیارتون قرار میده اینه که یه تیکه ای رو از متن رو انتخاب میکنین و مثلا شما اینجا پیپل رو میخواین هایلایت بکنین، به همین شکل انتخاب میکنین و حالا مثلا من از مایکروسافت اج استفاده میکنم که این فایلمون هم چون پی دی اف اجازه میده که هایلایت بکنیم و تنها رنگی هم که برای هایلایت داره به همین شکل فقط زرد هستش و شما باید خودت بدونی که کجاها واقعا نیازه که
هایلایت بکنیم و اینو قبل یعنی تو تمریناتتون واقعا شاید به همین شکلی که من دارم تمرین میکنم مثلا 2 تا فایل پی دی اف کنار هم باز بکنین که سوال رو یه سمت ببینین و در از متن رو یه سمت ببینین و بتونین بین اینا با آلت و تب جابجا بشین و از هایلایت هم استفاده بکنین که چشتون عادت بکنه به اینکه به چه شکل هایلایت بکنین. پس تو تمریناتتون لطفا اینو لحاظ بکنین. خب حالا ما الان میخوایم آزمون بدیم به همین شکل. پسیج 1 رو جلومون گذاشتن. اولین کاری که میکنیم اینه که تایتلش رو مطالعه میکنیم. Why do people collect things؟ خب راجع به کالکت کردن و احتمالاً کلکسیون جمع کردنه و اینکه چرا مردم چیزهای مختلف رو جمع میکنن. قبل از اینکه بخوایم وارد متن بشیم، حالا میگم ما میایم اگه بخوام بیایم تو سوالات، من چون متن رو اینجا نگه میدارم یه آلت و تب میزنم که بتونیم سوال رو تو صفحه بعد بینیم. ببخشید. بله، سوال به همین شکل اینجا قرار داره. true false not given 6 تا سواله. اگر که بخوایم رعایت بکنیم چیزی که من گفتم خدمتتون اینه که بریم سوال 7 تا 13 هم ببینیم چیه. خوشبختانه one word only هستش که اینو حتما هایلایت میکنیم. تاریخ و قرن و اینا داره که خیلی راحت احتمالاً به جوابا برسیم که حالا توی ویدیوی مخصوص به خودش من راجع به این قسمت صحبت میکنم. ولی بریم ببینیم که true false not givenمون چیه. سوال اولو و حالا مثلا دومو میخونیم که تو ذهنمون داشته باشیم. دکتر ماریا ریچر. خب اگر که ما بخوایم اینو به 3 قسمت تقسیم بکنیم اینه که خب یکیش ماریا ریچره که چیکار کرده، چه چیزی داشته. believes اعتقاد داشته که people become interested in collecting in early childhood. یعنی چی؟ یعنی این خانم ماریا ریچر اعتقاد داشته که مردم علاقه‌مند میشدن become interested in میشدن به جمع کردن حالا یا collecting یا همون حالا کلکسیونی توی همون ابتدای بچگی. سوال دوش هم یه نگاه میکنیم. a form of collecting این میشه تیکه اولمون. may have helped some ancient humans. خب ancient humans ها رو کمک میکنه که چیکار بکنن؟ to survive یعنی تا نجات پیدا بکنن، حالا زنده بمونن. خب بریم ببینیم که توی متنمون راجع به این چیش گفته شده که احتمالاً خب همونجوری که من گفتم بهتون، چون سوال 1 تا 6 ما همون ابتدا توی پاراگراف اولمون تو چند خط اول ما باید با این تیکه مربوط به اینا مواجه بشیم. میخونیم people from almost every culture love collecting things. They might collect stamps, books, cards, priceless paintings or worthless ticket stubs to old sports games. تا اینجا مهم نیست اگه هیچی هم تو ذهنمون نمون، چون هیچ کدوم از اون چیزایی که حالا توی سوالمون بود نبوده. Their collection might hang on the walls of a mansion or be stored in a box under the bed. Okay, so what is it that drives people to collect? Psychologist Dr. ماریا ریچر. خب تازه رسیدیم به خانم ماریا ریچر. همون توی میگم چند خط اولمون باید به اولین سوالمون برسیم. argues that the urge to collect is a basic human characteristic. نزدیک به همون چیزی که حالا بیسیکی که داره میگه به همون early childhood. according to her in the very first years of life. اوکی، اینم میشه تیکه دومی که با متنمون با سوالمون میخونه. we form emotional connectionمونم معادل با همون become interested in بودش with lifeless objects such as soft toys. پس جواب سوال اولمون true خواهد بود. من یه فایل اکسل باز. پس جواب سوال اولمون رو برای خودمون یادداشت کنیم true که بتونیم بعداً ببینیم مجدد.
خب تا اینجا نگاه کردیم، دوباره یه سر به سوال میزنیم. A form of collecting ancient human to survive. بعدیش رونالد وولیه. حالا تا به رونالد وولی برسیم تیکه بعدی رو باید بخونیم. And these positive relationships are the starting point for our fascination with collecting objects. تا اینجا باز هیچی نداشت. In fact, the desire to collect may go back further still. Scientists suggest that for some ancient humans. اوکی، اینجا میرسیم به اینکه سوال دوممون داره شروع میشه. Living hundreds of thousands of years ago, collecting may have had a serious purpose. خب یه هدف جدی داشته. Only by collecting sufficient food. خب اینم یه نوع، چون اونجا گفته a form of collecting، حالا اشاره مستقیم نکرده ولی خب یعنی کالکت میکردن غذا رو. Supplies to last، باقی بمونه through freezing winters or dry summers. اون زمستونای حالا سخت و تابستونای خیلی خشک و اینا. Could our ancestors stay alive. stay alive هم همون to survive میشه. اینا حالا پارافریز یا سینونیم همدیگه هستن که ما این سه قسمت هم پیدا کردیم که معادل سه قسمتی بودش که خودمون توی سوال پیدا کرده بودیم. پس سه قسمتش هر سه قسمت معادل داره. اینا می اومدن غذا جمع میکردن که زنده بمونن. پس یه فرمی از جمع کردن کالکشنه در از تا زمانی که حالا آب و هوا بهتر بشه این کار انجام میدادم. پس جواب سوال دومون هم ترو خواهد بود. تا اینجا نیازی به هیچ کلمه خیلی عجیب غریبی که معنیشو بدونیم هم نداشتیم. برمیگردیم میریم سراغ سوالمون، ببینیم که لئونارد وولی میشه پارت اولی که برای خودمون هایلایتش میکنیم. Expected to find the remains of private collection at UR. خب انتظار داشته که پیدا بکنه. این انتظار داشتنه که تا پیدا بکنه بقایای یه collection, a private collection at UR. The remains of a private collection at UR. خب بریم ببینیم که این آقای لئونارد وولی انتظار داشته که اینو پیدا بکنه یا نه. از پاراگراف بعدی شروع میکنیم به خوندن تا ببینیم زود برسیم به لئونارد وولی. It turns out that even collecting for pleasure has a very long history. in 1925 اینا بگم که مثلا تاریخ ها رو اگه زمانی که دارین برای خودتون ریدینگ رو میخونین، اسامی تاریخ ها اینا رو خیلی به تلفظاش که چجوری تلفظ بشه، حتی کلمات نمیدونم هیستوری نمیدونم هیستوری، حالا هر جوری که برای خودتون میخونین، چون فقط باید مثلا آرکئولوژیست که باستان شناس میشه مثلا اینا برای خودتون هر جوری که فکر میکنین راحتین بخونین، چون مهم اینه که فقط بتونین زود رد بشین و اون درک مطلب رو پیدا بکنین. اوکی، میرسیم به این که این آقای باستان شناس ما آقای لئونارد وولی، مثلا این متن کلا راجع به باستان شناسی و ایناست، حالا کلماتش شاید خیلیش تو متنای دیگه هم تکرار بشه، بعضیش که حالا شاید پر تکرار هستن. Leonard Woolley was working at a site in the historic Babylonian city of Ur. خب رفته بوده که در حال کار کردن بوده توی سیتی آف یوارمون هم پس اینجا داریم. ببینیم حالا اون انتظاره رو داشته که بقایای private collection رو پیدا بکنه یا نه. Woolley had traveled to the region intending only. این intending only قصدش رو داره نشون میده به قصد. حالا قصدش چی بود؟ to excavate the site of a palace. رفته بوده تا یه پالاس، یک کاخو، اینجا شاید ترجمه پالاسو مثلا بدونین، حالا شاید دیده باشین حالا در حد اینترمدییت که کاخه. اینجا خب تو متن تو بعدیش این اینستدم که آورده یعنی معکوسش داره میکنه، به جای اون که اون پالاس رو پیدا بکنه تو his astonishment، حالا معنی اینو بدون یا ندونیم باز مهم نی. He dug up
مثلا داگاب جزء چیزاییه که شما تو متنای باستانشناسی زیاد میبینین که آره دیگه حفاری کردن و کندن و حالا یه چیزی پیدا کردن هستش که artifacts آثار هنری و حالا هم در اون نمونه های اثرهایی که پیدا میکنه هستش. حالا اینا رو هم باز زیاد میبینی ولی مهم نیستش. which appear to belong to 2500 سال پیش. یه میوزیم بوده، یه موزه‌ای بوده که مربوط به اون بوده. پس ما برای اینکه به جواب برسیم الان متوجه شدیم لئونارد وولی رو داشتیم رفت یو آر، ولی قصدش این بود که یه پالاس پیدا کنه، به جاش یه حالا میوزیم پیدا کرده یه چیز دیگه. در نتیجه جوابمون اینجا با توجه به همون منطقی که گفتیم دوتاش درست بود، یکیش غلط، مغایر بود با چیزی که توی متن هستش. در نتیجه این فالس هستش. میریم سوال بعدیمون رو بخونیم. دوباره همین آقای وولی بوده. وولی چیکار کرده؟ found writing، یه نوشته ای رو پیدا کرده که این نوشته چی بوده؟ identified some of the objects he discovered. یه جورایی مشخصات اون چیزایی که این پیدا کرده بوده رو حالا تو این رایتینگه داشته. بریم ببینیم این رایتینگه که الان مشخصات آبجکت رو داره رو ایشون پیدا کرده یا نه. سوال بعدیش هم یه نگاه میندازیم. پرنسس اینیگالدی. خب این حواسمون باشه که به اون رسیدیم داریم وارد قسمت بعدی داریم میشیم. تا اینجا خونده بودیم، سری میریم بعدی. وقتی هایلایت بکنین هم میدونین حدودا تا کجا خوندین دیگه، هیچ چشتون گم نمیکنه متنو که ادامه بدین. Among the object was part of a statue and a piece of a local building and accompanying که این معنیش حالا شما بدونین همراه بعضی از این some of the artifacts were descriptions. اوکی، descriptions بوده، ترجمه یعنی در از سینونیمی یا پرافریزی برای اون رایتینگمون که توی متن سوال داشتیم که میگه like modern day labels. این labels بوده که مشخصات حالا تو بعدیش داریم میگه this text appeared in 3 languages and were curved into pieces of clay. حالا کلی هم فکر کنم خاک رس و اینا بوده ولی مهم نیستش، مهم اینه که اون دیسکریپشن همراه اینا بوده که توضیحاتی هم داشته دیگه، به 3 زبون مختلف نوشته شده بوده. پس ما اون 3 قسمت رو پیدا کردیم. جواب این تستمون ترو خواهد بود. میریم بعدی. سوال بعدیمون پرنسس اینیگالدی میشه اون تیکه اولش که برای خودمون هایلایت میکنیم. چیکار کرده؟ establish her collection. یه کالکشنی برای خودش، یعنی اون کلکسیون خودش رو حالا استبلیش کرده، به وجود آورده، ایجاد کرده، حالا هر چیزی تأسیس کرده. چیکار بکنه؟ تو show off her wealth. اینجا معنی شو آف رو باید بدونی. شو آف شاید چیزی که تو فارسی هم خودمون استفاده میکنیم به رخ کشیدنه. میخواسته که به نمایش حالا بذاره اون ثروتشو. بریم ببینیم که این پرنسسمون کالکشنشو به این جهت ایجاد کرده بوده یا نه، یا اصلا چیزی متن راجع به این توضیح داده یا نه. خب تا اینجا خوندیم. میریم سراغ تیکه بعد. It seems likely that this early private collection of objects was created by Princess Ingaldi. خب رسیدیم به ایشون، هایلایتش میکنیم، متن داره راجبش صحبت میکنه. پس تیکه اول سوالمونو داره. The daughter of king، حالا هر کسی. However، این however ها خیلی جاهای مختلفی تو ریدینگ میان تا معنی و حالا یه جورایی تیکه دوم متنمون اون باتمونه دیگه، اون امای داستانه. میگه اینو ما میدونیم که این اولین کالکشن، اون کالکشن خصوصی اعمال ایشون بوده، اما very little else
is known about Princess Inequality. خیلی کم راجبش میدونیم. Or what her motivations were for setting up her collection. میگه راجع به موتیویشنش که چرا این setting up میشه همون استبلیشه که چرا کالکشنش رو به وجود آورده. و الان همه قسمت ها رو ما داریم ولی چی رو نداریم؟ این که میگه راجع به موتیویشنش، این انگیزش، حالا کلمه موتیویشن رو باید معنیشو بدونیم چون خیلی جاها استفاده میشه برامون. موتیویشنش رو راجع به انگیزش میگه یه چیزی نمیدونیم دیگه، خیلی کم میدونیم. تو وقتی خود سوال توی ریدینگ راجع به یه چیزی میگه نمیدونیم، اطلاعاتی وجود نداره، یعنی شما اینجا یه ذره تریکیه. مثلا شاید خیلی فکر کنن که این توی سوال وقتی داره میگه Prince establish her collection to show off her wealth، راجع به این که میخواست ثروتش رو نشون بده، اینا هیچ چیزی توی سوال گفته نشه. یعنی اصلا انگیزه شما نمیدونیم که چی بوده، شاید این بوده شاید هم نبوده. پس اینجور سوالا حتما not given هستن. یعنی این نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که حالا برای توی کامپیوتری اینکه حالا بزرگ بنویسین کوچیک بنویسین اینجور چیزا اصلا مهم نیست، چون که انتخاب میکنیم برای نوشتن. ولی خب توی در از کاغذی حالا با حروف بزرگ یا کوچیک هر جوری که خودتون راحت هستین بنویسین. پس سوال 5مونم not given بود. 6مون ببینیم که چیه. حالا اگه راجبه مثلا تا اینجا شما مثلا تا 4 مطمئن بودین و تا 4 یه نکته دیگه ای که اینجا وجود داره، مثلا ببینید 2 تا ترو داشتیم، یه فالس داشتیم، دوباره یه ترو داشتیم، 3 تا ترو داشتیم، یه فالس داشتیم. یعنی مثلا تو 5 و 6 یکیشون قطعا باید، 2 تاشون هر دوشون یا یکیشون باید قطعا not given در بیاد. پس ما مثلا اگه رو 5مون مطمئن نبودیم که الان مثلا شاید این حالا not given باشه یا نه، اگه مثلا بریم 6 مثلا yes بشه یا مثلا حالا true بشه یا false بشه، مطمئن میشیم که خب 5مون not given بوده. این هم حالا یه نکته دیگه ای که میتونیم ازش استفاده بکنیم برای استراتژی true false not given. بریم سراغ سوال 6. displaying artworks، حالا نمایش دادن مثلا کارهای هنری. این میشه تیکه اولی که ما باید پیداش بکنیم. حالا شاید تیکه اول یا دوم اینا چون ترتیب خاصی، یعنی ترتیبش امکان داره توی متن سوال تغییر بکنه. was the main purpose of، خب main purposeشون باید ببینیم که این بوده این cabinets of نمیدونم curiosity، خیلی اسمش مهم نیستش که چی هستش اینجا، خیلی سر اسما برای خودتون اینا رو چیز نکنید. یه کابینتی میگه هدف اصلیشون این بوده که آرت ورک ها رو نشون بدن، هدف اصلی اونا بوده. خب بریم ببینیم که اینجوری بوده یا نه. اگه هدف اصلیشون نباشه فالسه، اگه هدف اصلیشون بوده واقعا تروه. اگه هر سوالی چیزی راجع به این هدف اصلی اینا نگفته باشه میتونیم برسیم به اینکه این not given بوده. خب تا اینجا 2 تا پاراگراف رو در از خونده بودیم، جواب دادیم. این یکی رفته تو پاراگراف 3. پس همینجوری که داریم میریم جلو خیلی راحت میتونیم به جوابات، یعنی جواب سوال برسیم. This may have been one of the first large private collections but it was not the last. تا اینجا داره راجع قبلی میگه indeed the fashion for establishing collections really got started in Europe around 2000 سال بعد with the so-called cabinets of Vellon. این کابینت پس اینجا توی متن آورده شده، راجبش الان میخواد صحبت بکنه. These were collections، اینا بودن کلکسیون هایی که usually belonging to wealthy families، خب به خانواده های ثروتمند برس مرتبط بودن. that were displayed، خب اینجا داره راجع به همون نمایش دادنشون صحبت میکنه. in cabinets or small rooms، خب حالا بین اون cabinets of فلان که میگن typically included fine paintings and drawings. خب این میشه همون آثار هنریمون که داره راجبش صحبت میکنه. میگه حالا به صورت
نورمال حالا عمومش این بوده که شامل اینا می شده. بات این باتا however ها اینا توجهمون رو جلب بکنه که امکان داره میخواد حالا حرفش رو عوض بکنه یا میخواد یه تاکید دیگه ای بکنه. Equal importance was given to exhibits from the natural world such as animal specimens, shells and plants. پس داره میگه که یه equal importance هم داشتن، یعنی اینجوری نبوده که اینا رو داشتن نشون میدن ولی اهمیت مساوی دارن میدن به نمایش دادن حیات حالا در از نچرالمون، اون طبیعت و طبیعت دنیا، مثل حالا حیوونا و نمیدونم شلز و پلنس و گیاهان و اینا. پس این ایکوال ایمپورتنس میاد و معنی اینجا که میگه که این آثار هنری که داشتن نشون میدادن هدف اصلیشون بوده، پس هدف اصلیشون نبوده، چون که داشتن اینا همون اهمیت یکسانی رو به حیوانات و نمیدونم طبیعت هم داشتن میدادن. پس این سوال 6مون فالس میشه و از اون طرف ما مطمئن میشیم که سوال 5مون هم درست زده بودیم که not given بوده. حالا اگه جوابامون رو ببینیم که من اینجا جوابا رو خدمتتون نشون بدم. exam practiceمون question 1 تا 6مون true بوده. دکتر ریچر in the very first years of life. بعدیش دوباره true بودش به خاطر اینکه غذاهایی که جمع میکردن برای اینکه بتونن stay alive کنن. غلط بودش چون که هدف اصلی که رفته بود اونجا only برای اینکه اون پالاس رو پیدا بکنه قصدش بود، ولی رفت و یه میوزیم پیدا کرده بودش. ترو بودش چون که همراه اون آرتفکتس ها وولی دیسکریپشنی پیدا کرد که شبیه لیبل های امروز بودش که این تکست هم معنی رایتینگ بودش. not given بودش چون که خیلی اطلاعات کمی داشتیم راجع به این پرنسس و اینکه راجع به موتیویشنش که چرا کالکشنش رو به وجود آورده بوده وقتی چی نمیدونیم، پس خب not given میتونه جواب درستمون باشه. فالس بودش دقیقا به خاطر همین equal importanceی که اونا به نمایش دادن نچرال ورد ها داشتن، پس هدف اصلیشون فقط paintings و drawings نبودش. امیدوارم تا اینجا تونسته باشم کمکتون بکنم که true false not given و خیلی پرقدرت باش روبرو بشین و جواباشو بتونین درست بزنین. از استراتژی تقسیم کردن به 3 بخش استفاده بکنین. خدا نگهدار.